هر صورت هر چی هم که نباشد من فکر میکنم که این یک امری طبیعی است، یک روندی طبیعی هست و البته من خیلی نمیخواستم که به این شکل باشد. یعنی انسان ها وقتی که جدا میشوند میروند، نیروها از یکدیگر جدا میشوند، باز همکاری میکنند، باید که با راههای متمدن، با راههای آرام، بدون کدام سنساسیا و جلب مطبوعات و واهمه ساختن معمولا این کارها را میکنند. اما شاید در همین مرحله برای کسی، برای گروه لازم بود همین شکلی رفتن و همین شکلی مسئله رو فهموندن. من خیلی در این مسئله آرام و این رو خیلی طبیعی قبول میکنم و از همه مهمش این است که احساس من این است که هیچ تأثیری منفی در رفت کار پیمان ملی تاجیکستان در فضای داخلی پیمان نرسیده است. حتی احتمال دارد که یک کمی تأثیر مثبت هم باشد، اگرچه رفتن بعضی افراد و نیروها همه وقت کاری خوبی نیست، منفی است، اما گاه بعدا نتیجه